برادر دیگه هم زنگ زد که این تو برادرت فوت کرده است، طیاره غلطیده. طیاره نفر ولویده که پرستریکو زه اوس درته ښایم ښه. سه تا اولادش پیدا، دخترش هست، یه هم بچهش هست، یک بچهش مکتب رفته. بچه کلانش چند ساله است؟ 10 ساله است. دلته خلک ورسره تللي وو له غره هغه حیوان وایي دغسې دا سړی پاک رسي. طیارې نه نفر ولوېده که پرستریکو زه اوس درته ښایم ښه. دغه ده اوس دا هم درښایم ښه. دوه دانې دلته پراته دي. ابا نور نفر څه شول؟ نور بل چېرته ترې ولوېده؟ همکاران ما امروز باز هم به دیدار خانواده یکی از جانباختگان رویداد سقوط از هواپیمای نظامی آمریکا در شهر کابل می روند. خانواده‌ای که عضوی از دست داده‌اش برای رقم زدن صبح روشن و فرار از این دشواری ها تلاش کرده بود. سرپرست این خانواده 4 نفری بود و بزرگترین فرزندش 10 سال عمر دارد. او صاحب 3 فرزند بود، 1 دختر و 2 پسر. کوچکترین فرزندش نزدیک به 3 سال عمر دارد و تا هنوز حس داشتن و نداشتن پدر برایش احساس نشده است. خانمش هم فرزند در بطن دارد و شاید در میان دردهای این زندگی می سوزد و از آینده فرزندش که بویی از پدرش را حس نخواهد کرد نگران است. برادر چی کار میکرد؟ چگونه رفت اونجا؟ چگونه مشکل پیدا شد؟ باز از مادر جانم پرسان میکنی؟ برادر من کراچی میچلانه، بس مردم میگفت که الان مردم میبره امریکا و کانادا و هم دیگه خیست از خانه رفت اونجا رفت دیگه. ما هم رفته بودیم کتشان، ما هم بودیم. خب ما 9 بجه پس آمدیم، 12 بجه زنگ آمد با ما زنگ، موبایلم هم دموجا گم شده بود. برادر دیگه هم زنگ زد که این تو برادرت فوت کرده است، طیاره غلطیده. 3 تا اولادش پیدا، دخترش هست، یه هم بچهش هست، یک بچهش مکتب رفته. بچه کلانش چند ساله است؟ 10 ساله است. 10 ساله است.
فرزند عزیزم، پدرت برای همه این خانواده تلاش کرد. پدرت می‌دانست که با دست فروشی در جاده های کابل نمیتواند برای شما لبخند هدیه نماید. فرزند عزیزم، بوی پدر را از کجا به مشام تو برسانم؟ فرزند دیگرم که در بطنم است از پدرش چگونه برایش یاد کنم؟ خاون می کراچی چلوله دا می دا زوی ده ولس کلن ده دغه می لور ده د ما مغه سرپرست هغه ورځ باندې چې داسې خبرې وشوې تاسو ته یې ویلې چې زه ځم کنه ښار نه هم داسې تللی و میدان ته ته یې ویل ټول خلک ځي زم لاړ دا کور هم کرایه باندې ده څه خرڅولې ښار کې څه کراچۍ څه شی وه دا ترکاري مرکاري خرڅول تاسو ته بیا څنګه خبر راغی چې دا پاک رسېدلی موږ نو خبر دلته خلک ورسره تلي ول هغه راغی حیوان وایي دغسې دا سړی پاک رسېد تصاویر به دست آمده از رسانه‌های اجتماعی سرپرست این خانواده را این گونه در آخرین لحظات زندگیش یاد کرده است. Irina na parol vede capul stricu. Eu dar takaya maka. این در کدام ساعت افتیده بود داخل میدان؟ داخل میدان افتیده بود. 2 نفر داخل میدان افتیده، یکی ایست یکی دیگه نفر بود. سر 2 تا بالا شده، سر کلش بالا شده، بیروبر که غلطیدن زیر تایر شده و اوچت معلوم میشده. ویدیو هستن. میگوید برای آینده روشن فرزندانش و خانوادهش میخواست این کشور را ترک کند و حالا خانوادهش به سرپرست باقی مانده است. بدون خدا دیگه جای نیست. این یک ماه شد که ما بیکار غلطیدیم. نه گاز است فعلا، نه آرد است. ضرورت این همی چیز است که بخاطر همی مردو، بخاطر نان مرده. که از اینجا برم روز 200 ما چی کنم، روز 300 پیدا کنم. اگر خارج برم خود 800 و 1000 میشه روز بره. از هر چیز مصارف خلاص میشده. اون یکی بود، یکی آقای ما است، آقای ما دیگه پیرم است و لنگم است. یکی ما بودیم، این یک معاشره خو ما به سرنوشت غلطیدیم. حال تا میگه که خانواده یک جای است، یک فامیل از است، این فامیل ما است. پدرت کجا؟ پدر ما است، او رفته دیگه بازار کار. هم به سفید است. وام فعلا سرپرستی خانواده را کی داری؟ ما خودت چی کار میکنی؟ یک ماه خوشیده که مردی از این بند بودیم. پیش از این کراچی داشتیم. کراچی میچلاندیم. کراچی یک تیره؟ سه تیره دست به دست. یه دست کابل به استاد میشدیم، یه در کتوس استاد میشدیم، یه همون تو در کوچه میگشتیم. چیز انداخته بودیدش؟ بله میوه بودن.
تو امورجان څه غوښتنه لري خلکونه څوک چې تا خبرې اوري څه باید در سره وشي څه در سره وکړي ما سره د دغه مرسته وکړي زه دغه یتیمان بچي مې خپل لوی کړم مشر زوی دې څو کلن ده 10 کلن مکتب وایي مکتب ته تللی څه کار بار خو هغه نه کوي نه هېڅ کار هم نه کوي او دا چې میدان ته تللی و تا ته یې ویلي و چې زه ځم نه میدان یې زنګ وزي میدان کیمه اشک‌هایی که تمام شدنی نیستند و از غصه های قلبش این گونه با جسم خاموش و ساکتش اشک می‌ریزد. د 1000 افغانۍ نقد ته مورجانې واخله نور د یو میاشت لپاره د یو سودا دغه د ورور په لاس کې درته لیږو صحیح ده خدای مهربان ده دا نور خلک نور موږ دوستان او وطنوال چې دي که څه کومک یې درلوده انشاءالله بیا به تاسو سره بیا هم موږ په خدمت کې یو بیا به هم انشاءالله درځو صحیح ده هو ټولو سره ښه وکړي نو څه د الله رضا وي هماغه کېږي نور چاره نشته خوب هموطنای عزیز حال میریم به طرف بازار دیگه برادر گرفته سودا رو برشان تسلیم میکنیم این بود خانواده دیگه که ما برای شما تقدیم کردیم تا دیدار دوباره خداوند یار مددگارتان هموطنای عزیزتان همیشه کمک کنین و ما در خدمت هستیم امیدوار هستیم که دیگه غم نباشه در وطن ما برادر گرفته میریم یک چیز مواد خوراکه برشان خریداری میکنیم و یک مقدار پول و نقدم برای مادر جان میتیم تا ای که متفلکا را یگان لباس یگان خرچ خوراکشان داشته باشه فرزند کوچکش در آغوش کاکایش شاید تا چندی راحت باشد ولی با گذشت چند سال کمی پدرش را حس خواهد کرد و آینده خودش را در نبود پدرش چگونه ترسیم خواهد کرد. ما می خواهیم به این خانواده مواد غذایی را خریداری کرده تا حداقل برای یک مدت از دردهای ناداری و فقر این خانواده را در امان نگه داریم. سلام دوباره هموطنای عزیز خدا کنه جور سلامت سر حال باشین. ما دیگه امروز برای خانواده که شما تصویرش قبلا دیدین برای یک ماهشان تمام موادی که برای خانواده ضرورت است خریداری کردیم از قبیل برنج پالوی، ماش، گوگرد، نمک، مکرونی، بوره، چای، لوبیا، روغن، برنج شوله‌ای، کاغذ تشناب و یک بوری آرد. این 400 هم باقی مانده. ایران باز بگی یک کرا بته دیگه شام بخیر باز یک چیزی که گاز ماز پرده صحیح است. قربانت بخیر باش، زنده باش، عزت باش. بیا یک دعا میکنیم پروردگار عالم در وطن ما یک صلح سرتاسری را بیاره، مردم ما دوباره کل سرکار بار زندگی خود شوه، قرضدارا را از قرض خلاص کنه، بندیار از بند خلاص کنه، مسافرایی که در او سر دنیا هستی وطن آرام بسازه که دوباره بیاند می دی و دمن و کار و بار و قشلاک و وطن خدا پروردگار عالم دیگه تمام مریضای اهل اسلام شفای عاجل کامل نصیب کنه. گذشته های ما همه کسایی که اینجا دست بالا کرده تمامشان ببخشه و خداوند پاک یک سنگ خیر در وطن بیاره که تمام ما برادروار در کنار هم زندگی کنیم. آمین یا رب. الهی آمین. بخیر باشید. ما سپاسگزاریم از خانم نظیره کاکر که از کانادا مبلغ 16000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود.
که مبلغ 7000 افغانی را نقداً به این خانواده پرداخت نمودیم و مبلغ 8100 افغانی مواد غذایی به این خانواده خریداری گردید. مبلغ 500 افغانی را برای راننده باربری که نیازمند بود پرداخت نمودیم و مبلغ 400 افغانی هم کرایه باربری برای عضو این خانواده پرداخت گردید.